همونطور که میدونید بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در زندگی و روابط اجتماعی افراده و به همین دلیل انسان‌ها توجه ویژه‌ای به سلامت و سفیدی دندون‌ها و بدبو نبودن دهان خودشون دارن. به همین منظور استفاده از یک خمیر دندون مناسب برای مسواک زدن از بهترین روش هاست. اما علاوه بر اون میتوان از دهانشویه و افشانه‌های دهان هم برای حفظ و ارتقاء سلامت لثه و دندان و خشک کردن نفس و بوی دهان کمک گرفت. محصول حاضر که برای راحتی مصرف کننده به صورت افشانه تهیه شده، حاوی اور پروکساید یا کاربامید پروکساید که فرم پایدار و آهسته رهش هیدروژن پروکسایده. این ماده به آرامی هیدروژن پروکساید رو که یک ترکیب سفید کننده و ضد میکروب بسیار قویه در دهان آزاد میکنه و باعث میشه این ماده برای مدت طولانی و پیوسته در دهان حضور داشته باشه و پلاک و لک روی دندون ها رو حذف کنه و موجب سفید شدن دندون ها بشه. البته این محصول علاوه بر اور پروکساید ترکیبات ضد باکتری دیگه‌ای هم در خود داره تا در کنار هم از فعالیت‌های باکتری‌های ایجاد کننده بوی بد دهان جلوگیری کنه و نفس فرد رایحه طبیعی و ملایم و مطبوع این محصول رو داشته باشه. شما عزیزان میتونید این افشانه دهان غیر الکلی رو به صورت روزانه به عنوان مکمل سایر محصولات بهداشتی دهان و دندان مانند خمیر دندان ها استفاده کنید تا از دندون های خود در برابر هر گونه آسیب محافظت کرده و همیشه دهانی خوشبو داشته باشید.